خیلی از ماها آرزوی دوران کودکی ما بودش. ولی دوست داشتی که یه روزی خلبان بشی؟ من که هیچی، ولی فکر می‌کنم کمتر پسری بوده باشه که توی دوران کودکیش آرزوی این که خلبان بشه رو نداشت. خب چه نشدی پس؟ حالا دیگه من هرچی بزرگتر شدم احساس کردم به همین شغل، یعنی خبرنگاری بیشتر علاقه دارم. الان خدا رو شکر راضی‌ام. اما این رو باید بگم که خلبان‌های خوب و توانمندی داریم و توی این زمینه یعنی داشتن خلبان‌های درجه یک کشورمون جزو اولویت‌های جهان هستش. ما هم گزارشی رو داریم در رابطه با خلبان‌ها. خواجه نژاد به یکی از خلبان‌ها حتی توی آسمون‌ها گفته می‌کرده. به نگاه اگرچه آمریکا و برخی متحدانش طی سالهای گذشته سعی داشتند با تحریم‌ها و فشارهای مختلف فرصت پیشرفت را از ایران بگیرند، اما فرزندان این مرزوبون در تمامی حوزه‌ها به نام ظاهر شدند. در صنعت هوایی هوش و ذکاوت خلبانان توانای ایرانی توجه بسیاری از کشورها را متوجه خود ساخته. ما کاستی‌های تجهیزاتمون رو باید با مهارت کادر پروازی و فنی پر کنیم و ما همیشه تو این شرایط هرقدر که شما شرایط محیطیتون سخت‌تر میشه آدم‌ها ورزیده‌تر میشن. شاید اگه بتونیم بخوایم این سوال شما رو خیلی راحت‌تر جواب بدیم، اگه ما همه چیمون فراهم بود انقدر پیشرفت نمی‌کردیم. توی بخش مهارت فردی شخصیت قوی خلبان‌های ایرانی کمک می‌کنه به اونها که احساساتشون کنترل کنن و در این گوششون کمک می‌کنه که صحیح تصمیم گیری کنن. در حدی توانایی و استعداد و هوش خودشون نشون دادن که در کشورهای تقریبا بیشتر کشورهای دنیا، هم از آمریکایی، اروپایی، آسیایی و خاورمیانه الان در شرکت‌های بزرگ هواپیمایی مشغول کارن. این توانایی خلبانان ایرانی که اونها رو در دنیا شهره عام و خاص کرده، جوجه‌ای شد برای اینکه ما با یکی از همین خلبانان در حین پرواز مصاحبه‌ای داشته باشیم. هر کدوم سرتیفیکیت‌ها نباشه که اینا تاریخ داره اکسپورت بشه، هوا مجاز به پرواز نیسته و فرصت خودمون شروع میشه. هوا رو کاملا از هر جهت، از لحاظ سیستم اجتماعی که داریم باشون پرواز کنیم یا انجین از هر لحاظ چک می‌کنن هوا قابل پرواز بود، آخر اکسپتنس رو ما می‌بینیم. اولی پروازتون یادتونه؟ وقتی که دانشجو خلبانی بودن آره I do remember the first flight. آره یادم میاد. چه سوالی داشتی؟ چجوری بود اولش پرواز؟ اولین پروازمون با هوای بونانزا بود. دیگه بالاخره فکر کنیم آقا با آسمونا میگن خلبانای ایرانی بهترین خلبانای دنیا هستن، درسته؟ همه کشورها خلبانای ایرانی می‌طلبن. ولی خب ما ترجیح میدیم در خدمت ملت خودمون باشیم. بعضی از مسافران میگن خلبانا خیلی زودتر از اون زمانی که حالا در مقرر هستش میرسن به مقصد، یعنی آدمون داره گاردشو به قول خودمون میگیرن. نه اینجوری نیست. بعضی موقع تجویز داریم، یعنی بالا پشت داریم، به خاطر بالا پشت که هستش که مقداری گرانسوری بیشتری داریم زودتر میرسیم. بله سفر باز کردیم، آماده بشیم برای نزدیک. مرسی. Go on and do the test, final checklist. Landing gear. 3 green. مینیموم. ما الحمدلله سعی سالم نشستیم زمین. کاپتان میگن نشستن هواپیما دارن سخت‌ترین قسمت کاره. حدود 50% این سیستم از فرستاد در همین زمان نشستن رو بلند شدن. که دوب که نمی‌کنین اینجا نه؟ دابل پارکینگ sometimes we do. الان فرستاد همه مسلمانه یعنی فرستادانه خدا افغان ایران شروع شدن پارک دیدن بعد رفته بودن. البته سفر ما مثل خیلی از این مسافران اینجا به اتمام نرسید تا از پرواز در شب هم براتون بگیم. با آخرین قسمت گزارش مواد بازگشت به تهران هستش و الان در مرحله تیکاف هست. خلبانی در شب با روز چقدر فرق می‌کنه؟ برای خلبان حرفه‌ای زیاد فرق نمی‌کنه. احتمال این وقت خلبان خوابش رو بره؟ توان ایوییشن اجازه نمیده خلبانی که استفاده نکرده بیاد پرواز. چند وقت هم هست که این بچه‌ها ریسپاند کنن که بفهمن بیدار هستن. این مسئله که بین خلبان‌ها حالا در واقع مصطلحاً یعنی بالا ما به خدا نزدیک‌تریم. حالا که شما چه احساسی دارین به اون خلبان؟ خدا همه جا هستش دیگه، ولی خود من همین احساس دارم که میگن هر کی بالاتر به خدا نزدیک‌تر میشه. براتون از موفقیت می‌خوام. خب این رو هم بگم که بعضی وقتا وقتی ما